خب سلام، پوریا هستم و در ادامه بحث الگوریتم میرسیم به الگوریتم کویک سورت که این هم جزو الگوریتم های دیواید اند کانکره که مسئله رو میشکنه و مسائل کوچیک‌تر تقسیم میکنه و بعد حلش میکنه. این هم تو مایه های همون مرج سورته، با این تفاوت که بهینه تر شده، یه مقدار فضای حافظه کمتری ذخیره میکنه. خب بریم سراغ توضیحش. یه توضیح کلی اگه بخوام بدم درباره کویک سورت اینطوریه که شما به عنوان مثلا چنان آرایه و لیستی داری و اینو میخوای مرتب کنی. میای چیکار میکنی؟ توی کویک سورت میگه اول بیا یه دونه رو به عنوان محور در نظر بگیر. بعد که اینو به عنوان محور در نظر گرفتی، بیا سمت چپ و راست لیست تو بر اساس این مرتب کن. به عنوان مثال اونایی که کوچکتر از 15 هستن بیان سمت چپ وایسن، اونایی که بزرگتر هستن بیان سمت راست وایسن، تا بعد دوباره خورش میکنی، دوباره از اول مرتبش میکنی. همونطور که میبند در آخرم 15 رو آورده وسط. خب الگوریتم خود کویک سورت کدش در واقع چیز خاصی نداره. تا زمانی که های بزرگتر از لوه بیا پارتیشن رو اجرا کن. که میگم پارتیشن چیه و کویک سورت رو دوباره اجرا کن برای نیمه های این طرف و اون طرف. خب این که مشخصه میگه تا زمانی که کوچیک‌تر، یعنی هنوز جا داریم، هنوز به ته نرسیدیم، این کار انجام بده. این پیوت پوینت هم که میگه که مثلا اون محور ما کجا قرار گرفته. اصل کار توی پارتیشن انجام میشه که میریم توی پارتیشن. حالا اینجا من یه توضیحی بخوام براتون بدم. ببین اینجا این لیست ماست. لیست ما تو وضعیت اولش اومدیم 15 رو گذاشتیم به عنوان محور. بعد اومدیم گفتیم مهرهایی که از 15 کوچیک‌ترن کدومن؟ 13 12 10. اینا رو همه آوردیم یه سمت. بعد اونایی هم که بزرگترن، خب وقتی اینا همه بیان یه سمت، بقیه میمونن اون سمت. اوکی، اینا هم رفتن اون سمت. بعد دوباره اومدیم یه محور گرفتیم، بزرگتر کوچیک‌تراشو یه سمت کرد. خب اینا چون کوچیک‌تر از خودش نموندن، همه همینجا موندن. بعدش برای این سمت هم همین کار کردیم، اینجا هم دوباره همین، در آخر همین تا اینجا دیگه به تک عضوی که میرسیم لوهای دیگه اون شرط رو رعایت نمی‌کنن. پارتیشن اینطوریه که میگه که اول یه آیجی در نظر بگیر. اول یه دونه آیجی ازتون میخواد، یه دونه همون پیوت پوینت هست که حالا پیوت آیتم میده بهش میگه، چون میخواد بهش اشاره کنه. یه اسی که با لو مشخص شده و بذات پیوت آیتم، که توی مثال ما اینجا اسی که با لو مشخص شده خب 15 دیگه، 15 همه کوچیک‌تر. پس میاد چی کار میکنه؟ همین 15 رو میذاره به عنوان پیوت آیتم. بعد که این کار کرد میاد میگه جی رو برابر کن با لو. از جلوتر میفهمید میگه جی رو بذار لو، که لوی ما الان تو مرحله اول خب 0 دیگه، جی هم میذاره 0. حالا پایینم اینجا هم هست، بعدا نشونتون میدم جلوتر. همین میگه تا زمانی که همون فور اون حلقه‌ای داره میزنه دیگه، آی اولش از کجا شروع بشه؟ از لو به علاوه 1. چرا لو به علاوه 1؟ خب ما اومدیم 0 آیتم 0 رو حالا اینجا از 1 شروع کرده استثناء. توی شبه کد از 1 شروع میکنم معمولا. گفتیم اون اولیه رو خب مسلما نیازی به مقایسه با جایی نداریم، پس اونو یه دونه به علاوه 1 کن. یعنی برو از اینجا کارتو شروع کن که دیگه اصلا اون وقتمون الکی برای این اولیه هدر ندیم. بعد گفتیم تا زمانی که آی کوچیک‌تر مساوی های، یعنی تا اینجا نرسیده دیگه،
همه رو بعد ببین. از همون که آیا یکی اضافه کن برو جلو این لیست رو پیمایش کن در واقع. اوکی من رو پاک کنم. گفتیم این کار رو بکن و گفتیم اگر که اس آی الان آی چنده؟ آی در لحظه اول خب اینجا چون از یک شروع شده آی 2 یعنی 22 میشه. 22 کوچیکتر از پیوت آیتمه. پیوت آیتم که همون لو شد دیگه در واقع میشه همون 15. کوچیکتر از 15 نه خب برو ولش کن این یکی کنسل شد. بعد میریم بعدی میرسیم به 13 آی در واقع که اضافه شد دیگه آی شد 2 آی شد 3 ببخشید آی شد 3. میگیم که آیا 13 اینجا میگیم که آی 2 جی 1 آیا 13 از 15 کوچکتره؟ خب بله کوچکتره. حالا چه اتفاقی میفته؟ میریم پایین میگیم جی رو یکی اضافه کن. جی در لحظه اول 1 بوده اینجا میگیم جی رو یکی اضافه کن یعنی جی که الان 1 بوده به این اشاره میکرده الان میاد 22 اشاره میکنه. حالا که جی 2 آی هم که همون 3 میشد دیگه اینجا آی اضافه شد رسید به 13 شد 3. میگیم که اکسچنج کن اس آی و اس جی در واقع داره میگه اس آی که 13 و اس جی که 2 رو با هم جابجا کن. اوکی که اینجا یه اتفاق افتاده 15 13 22 یعنی 13 و 22 رو با هم جابجا کن و برو از اول. حالا میریم جلوتر 27 بزرگتر از 15 هست؟ نه. بعد 12 بزرگتر از 15 هست؟ بله میشه اینجا. الان آی 5 جی 3 وقتی که این اتفاق افتاده جی آخرین بار کجا بوده؟ یادتون باشه آخرین بار اینجا بود. جی رو یکی اضافه میکنیم دوباره میگیم این اس 5 که با جی الان اضافه شده اینجا این دوتا رو با هم جابجا کن پس 12 و 22 هم الان با هم جابجا میشه. یکی شد 15 13 12 27 22 اومد اینجا. دوباره بریم جلو میرسیم به 10 10 15 کوچیک‌تره؟ بله. جی چند بود؟ جی 6 بود. بخشید آی 6 بود که اینجا رو نشون میداد. جی 4 بود که اینجا رو نشون میداد. حالا میگیم که 10 و 27 هم جابجا کن که در واقع الان 10 و 27 هم اینجا جابجا شدن و میریم جلو و 20 25 دیگه نداریم کوچیک‌تر. تو مرحله آخر اومدیم گفتیم که جی رو بذار با پیوت پوینت یه جا باشه یعنی جی رو بریز توی پیوت پوینت چون بعدا میخواد ازش دوباره استفاده کن. و آخرش هم گفتیم که اس لو رو همون کوچولویی که اینجاست لو 0 بود دیگه البته خب توی مثال اینجا 1 حساب میشه و پیوت پوینتی که الان جی رو ریختیم توش که آخرین مکان اون عدد بزرگه رو داره نشون میده که الان بزرگتر نداریم همین میشه. اینا بیا با هم دیگه جابجا کن پس 10 و 15 هم با هم جابجا میکنه پس الان این سمت همه شدن کوچیکتر از 15 این سمت همه شدن بزرگتر از 15. اوکی این 15 هم که این وسط یه اتفاق افتاد دوباره میاییم همین رو هی خوردش میکنیم این برای این سمت اجرا میکنیم یعنی شما الان میایید 10 میذاری پیوت میگه که 13 کوچیک‌تره نه 12 کوچیک‌تره خب نه خب همین سمت میمونه کارش نداریم 10 13 12 بیا این سمت دوباره بعد میگی که 22 رو بذار پیوت میگی که 27 کوچیک‌تره نه 20 کوچیک‌تره بله 20 و 27 رو با هم جابجا می‌کنی که در واقع میخوام این گوشه براتون بنویسم اتفاق میفته میشه 22 کوچیک‌تر میشه 22 20 27 و 25. اوکی میری بعدی 25 22 کوچیک‌تره نه خب همینطوری میمونه این هم همینطوری میمونه فقط در آخر باید این دوتا رو با هم دیگه جابجا کنی یه چی میشه 20 و 22 عوض میشه 20 22 27 و 25 این ورم به این صورت مرتب شد که الان چی داریم ما 10 داریم 13 12 15 فلان دوباره اینجا باید بشکنیش 13 و 12 میشه آیا 12 کوچکتر 13 بله که میشه
12 و 13 و هم جا به جا میکنی، این میشه. اون قبلی هم که بوده 10، بعدش هم 15، بعدش هم که به این ترتیب شد 20. همین چیزی که اینجا هست دیگه، بقیهش بیاد اینجا. اوکی، به این روش کار میکنه. حالا اگه بخوام کدش هم بهتون نشون بدم، به این صورته که همونطور که گفتم اینجا کویک سورت اجرا کردیم. فقط من یه سری تغییرات ریزی نسبت به کد اصلی دادم، من به خاطر که پایتونیزش کردم و حالا بهتون میگم دقیقا چی کارا کردم. ببینید قسمت اولش گفته که یه دونه پیوت پوینت بساز تا زمانی که های بزرگتر از لوه به این کار رو انجام بده. حالا من چی گفتم؟ اونجا گفته که پارتیشن و لو های و پیوت پوینت رو بده. اصلی کاری من اینجا تغییر دادم، گفته که -1 بذار. حالا تو میگم چرا. یه اینجا -1 رو نذاشتم و یه بقیه‌اش همونه. پیوت پوینت برش در نظر گرفتم 0 گذاشتمش، گفتم تا زمانی که لو کوچکتر از های، حالا برعکس نوشتم. بعد گفتم که پیوتش مساوی باشه با پارتیشن، یعنی علامت میگم این چرا باز این کارو کردم که مساوی گذاشتم برعکس اون جایی که خودش نذاشته بود. اینجا میبینید که خروجی ازش نگرفته ولی من ازش خروجی گرفتم و گذاشتم که همون پیوتم باشه. حالا بهتون میگم چرا. فقط اینه که اینجا میبینید که اونور گذاشته -1، این بخاطر که رنج توی پایتون آخری رو نمیره دیگه. وقتی شما میگی 1 تا 10، 1 تا 9 در واقع بهت میده. اصلا چی مشکلی ایجاد نمیکنه. خب این از این. گفتم که زمان کوچکتره، بیا اول پارتیشن رو اجرا کن. بعد این پارتیشن که اجرا کرد، چرا اینو بهش گفتم که اینجا بگیر و اینجا ریترن کردم پیوتو؟ چون هر دفعه میخواد به من بگه که محور کجا بوده. در واقع ما از اینجا مثلا کارش کندیم، مثلا اینجا کارش کندیم، شما واسه نیمه این طرف یا نیمه این طرف انجام بده. همونطور که من گفتم از کم که اینجا باشه تا اون جایی که مثلا اون دفعه کار کرده میشه اینجا مثلا. بعد دوباره این برام گفتم از این طرفش برو تا این طرفش. واسه همین این پیوت دوباره گرفتم، توی اینجا که مقدارش این بوده گذاشتم و همین دلیل اصلیش در واقع اینه. و توی دفعه پارتیشن هم که گرفتم که لوهای محور رو گرفتم و گفتم که اون آیتم محوریمون همون کوچولوه باشه که اینجا میشه در سری اول میشه 15. جی هم که اون شمارنده است فعلا همون لو قرارش میدیم که همون 15 میشه در واقع. و گفتم که for i range low به علاوه 1، این از 22 شروع کن دیگه مقایسه کردن که آیا اس آی از اون 15 کوچکتر است یا نه و ادامه ماجرا. آخر کام میشه اینا رو ننوشت، مثلا میتونستم اینو ننویسم، این اگه من کامنتش میکردم و به جای این پیوت همون جی رو میذاشتم، به جای این پیوت همون جی رو میذاشتم و اینجا در واقع ریترن میکردم جی رو، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ولی به خاطر اینکه اونور کد اینجوری نوشته بود و اینکه شما یه وقت گیج نشید، یعنی که اینجا جی اینجوری مقدار رو دادم، گفته جابجا کنم، منم دیگه همون رو نوشتم وگرنه هیچ فرقی نداره. یه بار هم کد اجرا میکنیم. میبینید که اسم اینجا تعریف کردم، گفتم که کویک سورت اجرا کن از 0 که اینجاست تا 7 که های اینجاست و دوباره اسم من بدونم اسم چی کار کردی. همونطور که میبینید اسم که مقادیرش 15 22 13 27 12 فلان بود، اور تبدیلش که از کوچیک به بزرگ که 10 12 13 15 20 27 الی آخر. خب اینم از این. میریم برای الگوریتم بعدی. فعلا موفق باشید.